هر که سال باقی برین رسینه اولا باقمانده رنده بانده خیلی باقی برام این وجه شی گلامی دیتی کجا شد چو شاخه چنار شی لب بالا نظر بر عرش می کرد لب پایین زمین را پرش می کرد اگر تنگ تر از گوشه میدان دهنش وی تیزتر از خار مغلان زکنش من بنده آن لبان هیزم شکنش اشتر به کتار می رود در دهنش انچه مزنه بلای ریوشی بجه انچه بلای سیاهی ونه بلای دیتی تیر ریوشی هم دیه هنایی دیه مزنه انچه مزنه دیوش پربین زنده که دپا آیا خوشتر وقت بارا موشی رو چشم غلامی دیدی که چه باگا دنا آت که اشتاد نزدیک نیم ساعت حیران حیران اور روک روکا و تمنا پریشان امیر ارسلان چارگا پریشان ہے امیر ارسلان آئی چارگا پریشان شی چه بلای امیر ارسلان گوانڈ گندی شی یہ چی امیر ارسلان خوردیا چارگیں یہ ٹھریے چاریں کد پیل بھی شی دیتی چنین غلامی دیتی که چه باگا دانات استاد نزدیک نیم ساعت ما تو حیران حیران با قد و ترکیب چهره انده امیر ارسلان نامداری چهره تو ناگهان چو مثل توپ پیمان لب شکسته دستی بوت لاپا گرد کا به اندازه کندیتی که با پشت تا کپت امیر ارسلان مات بید گومت گوه ای سیاه بد شکل بد کواره کہیں پرچی ای اندازه بی خود بکندگی غلام بعد چه کندگا بازیں پادت پیش رب به امیر ارسلان گوشت جوان تو که ادا چه مکننگه ای چه کد و ترکیبی هستین که ترا هستین پرچه ای اندازه کم جسه تو گوانده کسانه تو چه کجا چه یاد که امیر ارسلان گوشت بنده خدایی هستن شما چه کد و ترکیبا و تیگا بلی غلام جوز که جوان چشم گذاشته بیا صاحب باغ ترا لوٹنی امیر ارسلان با صاحب باغ کہیں گومت چه کاری هستی مانا چه کجا زانتے غلام اگر صاحب باغ آقای ولی نعمت ما هستی نزانم گون تو چه کاری ها پادا زود برمین در ترکسا ندیده امیر ارسلان دید غلام عجله ها پادت غلام دست امیر ارسلان گرفت و به اتفاق داخل باغ بیتن دری هم بست و کپلی مزنه با یه جتی وطن دیما کفت و امیر ارسلان گوشت جوان بیا قدمی ما خیابانا کوچم باغ یرکو امیر ارسلان باغ باسپاین و تراوتین دیتی شوکن باغ رفتن تا با کسر امارت عالیه مزنه رستن غلام قدم پلنا یرکو تو امیر ارسلان ما پشتا آیه پشتر آیه ما فکر بیده که ادا کجا صاحب باغ کن و ای غلام ای تنه مانا کجا من برگه دلی په کرم خدا بست چه پله هم برزا رفت چه سریان وجه رفتم برزا کجا رستم ما شمشین با این دستگار کنه من کجا وانمد چاله تو وانمد چه پشت سر آیه رفت و که و دلی گوه اداد کجا صاحب باغ کن و ای غلام گو ای تنه منا کجا برگی دلیوشی بکرم خدا با چپلن برزاش رو پشت پرده اوشتاد که غلام گوشت جوان ساعتی صبر کن تا ما اجازه بگیرم امیر ارسلان اوشتاد غلام داخل امارت رفت بچه ساعتی در ناد پرده وجه جمع کتو بچه جمع کو گوشت جوان بسم الله امیر ارسلان قدم تالار ایر کت و نظری کت دیتی در صدر تالار تخت
طلاهین ایره در بالای تخت چمی با ابتا و جمال سنم یکب نازنین جنکی دیدی که تا 9 رواق آسمان صاحب به سطح مطبکش دور داده چم گندو که روزگار مثل جنک ندیده چه قد و اندام و حسن و جمال ماتوش دورا آی مٹ برسه وجود نیاد کرد یعنی با هیچ ماته به دنیا نیاد تنچه جنکیه سیم خود سر کد فرشته همال ماهر مشک مو ستاره جبین بزل سرمه در 2 چشمش ناز عوض شانه در 2 زلفش چین باد در زلفکانش حلقه شمار نار در چشم کانش گوشه نشین سنبلش را ز ارغوان بستر سوسنش را ز زمیران بالین بسته بر مژده چنگل شهباز هشته در طر پنجه شاهین در جبینش اگر سوال کنی علم الله یک فلک بروی چهره چو مثل آفتاب تابنده و 61 تار مود و گیسوی مشتپام چو خرمن مشت بر اطراف رتکه سر تا پا گرد دریای در و گوهر لباس گودن جواهرین پوشیدگی نیمتاج مکمل الماس به گوشه سر ایر کتگ و یک شبه حریری زر تازه تارم بسری دور داتد یک تعلیم مرسیم و دستا شو یک خرمن ماه در بالای تخت نشته لیکن باز کوی بینه و درشت استقوان بزرگ جسه بلند قامتی تنومندی هستیم گوشت بدن آیی چو مثل سیماب اینچو زندین نسک زندین نسک لاغر لیکن با وجود تنومندی جسه سک مزن و باز خوش اندامه خوش ترکیب و خداوند عالم قدرت و وقت شی در خلق ای جنک تمام کده شی سر امید عیب در وجود ای محجبی ندید و از سنش 17-18 سال وسته بید چم امیر ارسلان چه پرتو خورشید جمال حیران بید چنان محو جمال آن نیکو خصال بید که سلام و تعظیم چه خاطر رفت مندل گوشتی منزه هستیم خدا که قدرت وتی در خلق ای سنم بکاری برده نظری دور در یک طرف مجلس چمی بر 10 دختر آفتاب روین کپ مشکمیدین کپ در برابر آیه و شمال سنم دست پسینه باده بوشتاده کتن تمام سر کد و ماجبین لیکن تمام کوی هیکل تنومند بلند قامت سک چاق و پاربه با 100 گونه خودداری در برابر تخت جنک تعظیم کده دختر با صدای باز ملیح کلامی پسی به شیرین ترین عبارتی به غلام سیاهی گوشت فرهاد همه جوان هستن که به تو گوشتم فرهاد تعظیم کد ارزی که ملکه به سلامت به همشی هستی که نشان کد و ترکیب آیه به من داده دکتر آیی تحسین کد و دیمیگو امیر ارسلان کد و ملاحظت تمام که عقل امیر ارسلان حیران بید تو گوشتی عقل حیرانی گوشتی جوان سک
خوشت که بزم مای چه قدما و شریفین وتی منور کو فرمایش کو صندلی طلاییں اور تیر کو گوشتی جوان بسم الله بفرمایی کمکی استراحت کنی مای بنوشه تا من چه شما چند سوال بکنم. امیر ارسلان روی صندلی آرام گرفت و چه غلام گوه وقتی که ای جوان تا آورد کسی ترا گویی دید یا نه عرضی کد خیر کسی ما را ندیده. دختر گوشت برو در جای وقت بنند درست مواظب ببر بگن چه طرف شهر کسی ما آیگین زید بیا ما را خبر کن. غلام تعظیم کت و دنا رفت. بعد چه جنکا دیم گو امیر ارسلان کت و گوشتی جوان کدی بی خاکت وقت که کسی ترا آورده آیا به شهر رفتگه یا انگا شهر ندیده چه این مملکت کسی ترا دیده یا نه چه کجا راحت که ماجرا آیگا وطیگا کامل بوشت. امیر ارسلان هم گوشت من مرچی 2-3 ساعت پیش وارد سرزمین بیتم چه این مملکت گرچه شما نه کسی من دیده و نه من کسی دیده شهر هم ندیده لورتم به شهرها برون یه باغ سر راه من بیته چون سک خسته بیتگم گرمای راه من اذیت کتا بیته اتکم پشت یه باغ پیر چشمان نشتم رفت خستگیون کتا و بعد لورتم برون به شهرها که غلام تواتکه و منا به خدمتی تی آورده. دخترم جنکا سجده شکر بجا آورد و گوشتی الحمدلله که گرچه من کسی ترا در ای خاکا ندیده جوان بنازم به بخت و اقبالی که تو داره هنی بگوش بگندم تو که وتی نام چینی چه سلسله و کجی مردمیه و آکه منظور ما هستین توی یا کسی دیگه. امیر ارسلان هم گوشت ملک منظور شما کین یعنی که منظور من ملک ارسلان هستیم در این باغ منتظر قدم شادی آفرین آیی هستم. امیر ارسلان گوت با سبحان الله خدای بزرگی به تو منا هم پریزاد و بس خدای بزرگی تو می برازد و بس نزانو تمام دنیا گومن چه کاری هستی من که نام مملکت جان اصلا نشکتا که با وابا من ینایت که ماز ورود مردمانی منا پجا کارم گوشتی ملک امیر ارسلان چه کجا پجا کار آیا ما کجا دیدتگه چه کاری هستین ترا جنکا گو آیی که من ندیدتا واسف آیا باز ما اشکتا و لوٹتگو آیا بگندو گرهی در کار ما هستین که سر پنجه عقده کشایی آیی پچ بی حال اگر امیر ارسلان ترا به جلال خدا به من بگوش من معطل مکن. امیر ارسلان ملک اول شما بفرمایی که و ادا چه مکانی هستین و دین دکتر که دا اوشتادگا محرمان یا نامحرمان اگر محرمان چه کاری با امیر ارسلانی هستین و منو چه کم کیف کار وقت آگاه کنی اگر امیر ارسلان رو عرض کنو و اگر هم نیو باشون که یعنی که جوان من یقین دانم که امیر ارسلان رومی تو هستی چون غیر از امیر ارسلان محال هستین که با عهد چه بنی نو بشر به این سرزمین برسی حالا که لوटे اول سرگذشت میگا بزانه چه عیب هستی من احوال و تیگا به تو گوشم بزان که من یعنی که پادشاه ای شهرم حاکم مملکت جان هستم و ما طرف جان بن جان هستیم پت منی
نامی ملک جانشاه هستیم، برادر دارون که در رب مسکون خدا، صاحب زهمی چو آیی خلق نکده، باز شجاع و قدرتمنده و دلبر و زبردستی هستیم. به تمام شجاعان دلاوران روی زمین، شب چه هیبت تیگ آیگا خون ریزین، جامعه واب و آرام نیستیم. اسم آیه ملک صوبان هستیم. تمام اهل این مملکت شیر و تمام اهل این مملکت شیر پرستند. در حوالی این شهر قلعه هستیم حرامزاده ساحری در آن قلعه هستیم. نزانم چه سری هستیم که به صورت شیر سیاهی هستیم. به زبان فصیح خبر کن. تمام مردم آیا خدا زانم و شیر گویای پرستش کن. در این خاک غیر چمن و این 10 دختر و کنیزان محرم منی و فرهاد غلام، یک نفر مسلمان نیستی. من 3 سال هسته که مسلمان بیتم و خدا پرستش کنم. این کنیزان هم منی مسلمانو کتن. کسی تا به حال چه مسلمانی میگه خبری ندارم. در این 3 سال شب و روز عبادت خدای نادیده مکنم. بیشتر اوقات گون این 10 دختر در این باغا بسر برم. سگ کم به شهر را. امیر ارسلان گوشت با امیر ارسلان چه کار داره؟ جنکا گوشت واجن شما شو گوشت داره تیم باز 4 رو بین نمازی سلامت باد. یعنی بانگ بگم اگرا 4 و 20 تا بانگ بید. شما گوشت داره باز مرچی نزده 5 بود منه توار بنده یعنی. سلامت بادی واجن الله شما سلامت کن. الله میاره. یه هفته دکت خورده همشین وجه. تو تیم کم نماز نزدیکه نه بانگ نزدیکه. سلامت بادی الله میاره. الله میاره.